سلام، به راهکاری شبکه IFT خوش اومدین. من هومان اخبر هستم و امروز قراره با هم در رابطه با بلاک کردن ابزارهای پورت اسکن صحبت کنیم. یک ویدیوی ما توی اینستاگرام گذاشتیم مبنی بر اینکه امروز قبل از اینکه پورت اسکن اتفاق بیفته توی سرویس های ما، مثلا اینکه قبل از اینکه با انمپ سرویس های ما رو اسکن بکنن، میان و استفاده از ابزارهایی مثل سنسیز به صورت پابلیک که دیتا ما جمع شده توسط این ابزارها سرچ میکنن و دیتا رو استخراج میکنن. داخل اون ویدیو گفتیم که اگر کامنت بذارین برای ما میایم بلاک کردن هر دوی موارد رو توضیح میدیم و استقبال خیلی خوبی شد از اون ویدیو و ما امروز اومدیم که این موارد رو توضیح بدیم. خب اگه من بخوام به دو تا پارت تقسیم بکنم این بلاک کردن ها رو، اولیش میشه بلاک کردن ابزارهای پابلیکی مثل سنسیز یا شودان. شما کافیه که سرچ بکنید آی پی رنج های سنسیز یا اینکه بلاک سنسیز، همین کارا برای شودان انجام بدین، به شما یک سری رنج آی پی داده میشه، چه حالا IPv6 چه IPv4 چه حتی AS هاش هم به شما میده که اگر بخواید برین با یه دیتابیسی اونا رو استخراج کنین و به دست بیارین، که رنج آی پی ها رو با چیزایی مثل BGP و اینا این AS ها رو سرچ کنین، رنج آی پی ها همه اون تو هست اگر آپدیت بشه و همه این موارد. شما کافیه که وارد فایروال اون دستگاهی که مد نظرتونه بشین، حالا چه روتر میکروتیکه، چه سرور لینوکسیه، چه سرور ویندوزه، چه همه این موارد. شما کافیه که وارد اینها بشین و این رنج ها رو بلاک کنین. برای شودان هم همین کار رو انجام بدین و در نهایت مسدود میشن. کار دیگه لازم نیست انجام بدین. در ادامه اگر برین مثلا آی پی تون رو تو سرچ خود سنسیز وارد کنین، خواهید دید که فقط یه هویز میده که مثلا مال فلان بخشه. پس اصلا این بخش دیتایی نداره که ما بخوایم خیلی در رابطه باهاش صحبت کنیم. بخش اساسی اینه که ما چطور پورت اسکن هایی مثل انمپ رو بلاک کنیم. این خیلی حیاتی تره و ما لازمه که پوششش بدیم، روش کار کنیم. خیلی بخش مهمیه. خب من براتون یه دونه مثل بورد اینجا آماده کردم که اگر نگاه بکنید خیلی دیتای زیادی توش هست. ما کم کم از اول شروع میکنیم و با هم بقیه موارد رو بررسی میکنیم. خب چیزی که داریم با هم دیگه شروع میکنیم اینه که قطعا وقتی که ما الان داریم یه ویدیویی ضبط میکنیم مبنی بر اینکه بیایم پورت اسکن ها رو روی سرورمون بلاک کنیم، مفهوم چیزایی مثل TCP، تری وی هندشیک و حالا هدرهای TCP، فلگ های TCP اینا رو میدونیم. اما ما اینجا پوشش کوتاهی هم در این موضوع خواهیم داشت. همونطور که میدونید یک سری فلگی داره TCP توی اون هدری که هست. یک سری دیتاهای هم جابجا میشه داخل این فلگ ها. حالا این دیتاهایی که جابجا میشه چیه؟ مثلا اینکه من بسته اولو دارم ارسال میکنم، دارم مثلا اینیشیالایز میکنم این کانکشن رو، اک سینه، اون همون مفهوم تری وی هندشیک سین اک سینک و همه این موارد داخلش هست. پس یه هدری داریم. داخل این هدر مشخص میشه که ما در حقیقت داریم چه پکتی رو ارسال میکنیم، این پکت برای چه هدفیه، چه دیتایی بدم به طرف مقابل. داخل این هدر و داخل این فلگ ها تنظیم میشه. حالا داستانی که وجود داره اینه که این فلگ ها با چه ترتیبی کار میکنن. خب اینجا دارین تصویر دیاگرام یه تری وی هندشیک رو میبینید. به صورت معمولی همچین تری وی هندشیکی انجام میشه. بعد از اون ما میریم سراغ حالا فلگای دیگه. اگه بخوایم فلگا رو اینجا توضیح بدیم، من یه توضیح خلاصه کوتاه برای هر کدوم از فلگا گذاشتم توی تصویر، میتونید پاز کنید ببینید، ولی ما یه خلاصه فقط پوشش میدیم که بریم سراغ بحث اصلی بلاک کردن پورت اسکن ها. سین که برای اولین کانکشن، دقیقاً فرست استپ کانکشن در حقیقت اگه بخوایم دقیق تر بگیم. اکنالج بس پکت دریافت شده رو اکنالج میکنه. فین کانکشن ترمینیشن انجام میده. RST میاد کانکشن رو قطع میکنه با دیتا لاس، یعنی بدون اون گریسفولی نیست در حقیقت. و دیگه بقیه موارد رو میتونید داخل تصویر ببینید. پوش هم که به لایه اپلیکیشن بالاتر ارجاع میده پکت ما رو. اینا همه یه سری فلگایی هستن که ما داریم. اما بحث اصلی که چیه میخوایم پوشش بدیم، گفتیم که فین و RST هم یه دونه توضیحی براتون گذاشتم که فین دیتا لاس نداره، گریسفولیه، انگار که دارین دستگاهتون رو، انگار که فرض کنید دستگاهتون رو دارین شات داون میکنید، یه همچین چیزیه. تمام کاراشو میاد انجام میده، بعد ترمینیشن رو انجام میده. RST یا ریست مثل اینه که دستگاهتون رو برق بکشین، همه چی رو در وضعیتی که هست رها میکنه. حالا ما این موارد رو دیدیم. پس الان چند تا چیز رو با هم دیگه متوجه شدیم. یکی این که دیتا چجوری میره میاد، اون بحث این که ما یه دیتایی رو میفرستیم برمیگرده، تری وی هندشیک داریم و اینکه یک ترتیب خاصی وجود داره. یعنی من نمیتونم بیام اول بدون اینکه من با شما هیچ تری وی هندشیکی نداشتم، هیچ دیتایی ما با هم دیگه جابجا نکردیم، من بیام بگم ریست. خب چی رو دارم ریست میکنم؟ چه کانکشنی رو دارم این وسط ریست میکنم؟ خب اینا همه مواردیه که ما باید بهش فکر کنیم. یا مثلا فکر کنید که من از اول بیام بگم فینیش. خب چی داره فینیش میشه؟
میدونید بعد یک تریوی هندشیکی وجود داشته باشه، یک مسیری رو ما رفته باشیم اومده باشیم و بعد فینیشش کنیم. این اتفاقیه که در حقیقت ابزارهای پورت اسکن انجام میدن. خیلی وقتا با یک سری الگوهای نامشخص اینا رو میفرستن. اگه قرار بود به صورت عادی بیاد یه تریوی هندشیک داشته باشه، بعد بیاد بگه که مثلا آیا پورت فلان باز هست، بعد دستگاه شما بگه که بله باز هست، خب شما اینو اگر دستگاه‌های به روز امروزی رو رها هم بکنید اینو بلاک میکنن. چون اصلا همچین چیزی معنی و منطق نداره مگر اینکه پشتش یه سرویسی باشه، یعنی ما اونور یه سرویسی داشته باشیم اون بخواد ارتباط برقرار کنه، بله در اون صورت باز بودن پورت اطلاع داده میشه و اون سرویس میاد که دسترسی اون ارتباط رو داشته باشه و بقیه مواردش رو هندل بکنه. ولی خب داستانی که وجود داره همونطور که الان با هم دیگه بررسی کردیم، یک سری فرض کنید که رسم و رسوماتی این وسط هست، یه الگوهایی باید انجام بشه تا ما به حالت عادی برسیم. اگر که یه دونه کانکشن اشتباه، یه کانکشن مخرب، فرض کنید یه دزدی بخواد وارد بشه، بیاد دم در بزنه بگه سلام منو راه میدین، خب شما قطعا راهش نمیدین. اینجا هم همینه. پس خیلی از وقتا اون انمپه، اون ابزاری که داره کار میکنه میاد و حالا اگر برین سرچ کنین هر کدوم سویچ های خاص خودشو داره تو اون کامند، ولی توی کامند شما سویچ خاصی میذارین که مثلا بیاد پکت نال بفرسته، در ادامه میبینیم و یعنی در حقیقت فلگاش نال باشه. همه اینا رو با هم دیگه الان مشاهده میکنیم. ولی یک سری سویچای استفاده میکنه یا بای دیفالت یک کاری انجام میده که شبیه پکت عادی نباشه تا شما تو همون قدم اول حداقل بلاکش نکنین، که ما اینجا میایم یه سری قوانین فایروال میذاریم که اونها رو هم بررسی کنیم، محدود کنیم و در نهایت قرنطینه‌شون کنیم برای یه مدتی. از اولین چیزی که این دیاگرام چند شاخه‌ای برامون گذاشته، از همین گوشه میتونیم شروع کنیم، دونه دونه اینا رو بررسی میکنیم. بعد از همین ویدیو من یک فایل رو داخل تلگرام قرار میدم که یک نمونه‌ای باشه از قوانینی که ما مینویسیم تا این موارد رو بلاک کنیم و خیلی هم ساده برای میکروتیک نوشته شده. شما با توجه به سیستم عامل، با توجه به دستگاه خودتون، با توجه به وندورتون میرین سرچ میکنین و پیدا میکنین که چجوری اینا رو تشخیص بدیم و بلاک کنیم. حالا مثال میزنم، لینوکس این کارو با آی پی تیبل میتونه انجام بده، چیزایی که داخل تصویر میبینید رو. دیگه به جز این برای مثال فورتیگیت خودش اصلا بلاک کردن پورت اسکن و دیداس اتک و همه موارد رو داره، یعنی الگوهاش رو داره، شما فقط اینیبلش میکنید. وندورهای مثل سیسکو این مورد رو پاس دادن به فایروالاشون، یعنی میگه رو روتر من این کارو نمیتونی بکنی، در نهایت بتونی خیلی محدود این کار رو بکنید، یعنی نه اینکه نتونید، خیلی محدود انجام میشه و شما پیشنهاد میشه که یا یه فایروال خود سیسکو استفاده کنین یا یه دستگاه دیگه مثل فورتیگیت فایروالتون باشه و این موارد رو روش اجرا بکنید. خب اولین بسته چیه؟ همون چیزی بود که به شما گفتم. فرض کنید که ما سین نداریم، اک نداریم، پوش نداریم، ریست نداریم، هیچی نداریم. همونطور که می‌بینید اینه که علامت تعجب داره، یعنی اینا رو نداریم و فقط فین داریم. وقتی که فقط فلگ فینیش رو داریم، فینیش گفتیم یعنی چی؟ یعنی اینکه من ارتباطم تموم شده، کانکشن رو ترمینیت کن، ببند، گریسفولی، یعنی دیتا لاس نداریم و همه این موارد. خب این موضوع به صورت نرمال فین بعد کانکشن میاد. ما اینجا داریم میگیم اگه سین اک و اینا رو تو کانکشن نداشتیم و فقط فین رو داشتیم، این یعنی که یه جای کار ایراد داره که از اولی که داره فین میفرسته به نظر میاد که اسکن باشه و حالا ما یک مراحلی رو براش اجرا میکنیم. بلاکش میتونیم بکنیم، قرنطینه‌اش کنیم، سرعتش رو محدود کنیم، خیلی کارهای مختلف میتونیم انجام بدیم. مورد دیگه که اینجا بررسی میکنیم اینه که فرض کنید که ما سین و فین رو داریم. اگه سین و اک رو داشتیم میگفتیم که خب حالا یک سری مراحلی داره طی میشه، ولی سین میگه کانکشن رو شروع کن، فین میگه کانکشن رو ببند. خب این دوتا به صورت همزمان به نظر میاد که یک اسکن فینگرپرینتینگ باشه، یعنی میخواد بیاد ببینه ما پورت های بازمون چیه، پشت هر پورت باز چه سرویسی بالاه و هر دوی اینا فلگا اگه داخل یه پکت باشن به نظر اسکنه و ما میتونیم براش محدودیت اعمال شیم، قانونی اجرا کنیم و همه این موارد. مورد بعدی اینه که ما بیایم سین رو با ریست بفرستیم. اینا همه چیزایی که از داخل انمپ استخراج شده، یعنی انجام ده هم این موارد رو، چه انمپ چه اسکنرهای دیگه برای اینا سویچ داره، میگین فقط اینو بفرست، این دوتا رو بفرست، این دیتا رو بفرست و همه اینا قابل ست شدنه. برای همین ما داریم طبق الگوهای اونا اینا رو طراحی میکنیم. خب اگه یه پکتی بیاد سین و ریست رو بفرسته باز هم مشکوکه، بخاطر اینکه ریست گفتیم که با دیتا لاس و به صورت انگار از برق کشیدن سیستم کانکشن رو میبنده. سین هم که داره میگه بیا کانکشن جدید ایجاد کنیم. خب این دوتا یه ترکیب عجیبیه، ما چرا باید این دوتا رو همزمان با هم دیگه اجرا کنیم؟ مثلا چرا باید این دوتا رو همزمان داشته باشیم؟ این هم به نظر یه سین اسکن دیتکشن میاد و بلاکش میکنیم. مورد بعدی که بررسی میکنیم اینه که ما بیایم فین و پوش و ارجنت رو بفرستیم، سین و ریست و اک نداشته باشیم.
خب فین و پوش و ارجنت که ما قبلا گفتیم اصلا هر کدوم برای چی استفاده میشه، ولی یه ترکیبیه که اصلا چرا باید اینا کنار هم استفاده بشه. حالا شاید شما یه استفاده‌ای برای این داشته باشین بخشی از سازمانتون، ولی به صورت عادی چرا باید این سه تا فلگ همزمان توی یه پکت وجود داشته باشه؟ این معروف داخل Nmap به حمله درخت کریسمس یا کریسمس تری یا ایکسمس. میتونید سرچ کنید دیتاشو ببینید. به خاطر این شکلی میگن که شما فرض کنید یه درخت کریسمس رو دارین چراغاشو روش میذارین و تنظیم میکنین، دارین چراغونیش میکنین. این یه همچین چیزیه. یعنی ما یه پکتی داریم، میایم برای اینکه هر OSی، هر سیستم عامل یه ریسپانس متفاوت به این داره، مثل یه چراغونی اینو درخشنده میکنیم، اینو میسازیم به صورتی که اون OS شما ببینیم پاسخش چیه، چه پاسخی به این میده. حالا سرچ کنید دیتای زیادی در رابطه باهاش هست، ولی این هم ما داخل اون دیتای مشکوکمون قرار میدیم. فکر میکنم 2 مورد دیگه اگر بررسی بکنیم میتونیم به صورت عملی ببینیم که چطور کار میکنه. یکم اینه که همه رو بیاد بذاره. خب هیچ پکت قانونی و رسمی TCP نمیاد همه فلگا رو همزمان تو خودش داشته باشه. این هم باز توی Nmap Aggressive OS Fingerprinting استفاده میشه که اسکنای دیپ داره. شما وقتی بهش میگین همه پورت ها رو اسکن کن و بیا علاوه بر اینکه همه پورت ها رو اسکن میکنی، هر چی دیتا درباره مقصد داری به من بده، همچین اتفاقایی میفته. شما میتونید رنج مشخص کنید، بگین از رنج اولین پورتی که تمام سیستم عاملا پشتیبانی میکنن تا آخرین پورتی که پشتیبانی میکنن همه رو اسکن کن، اطلاعات در رابطه با OS و اینکه بالا نیست و بالا هست و همه اینا رو به من بده. خب اینایی که دیپ اسکن این شکلی مواردی پیش میاد که داخل پکت ها همه این فلگا باشه و ما بلاکش میکنیم. مورد دیگه هم اینه که هیچ کدوم نباشه. خب ما اصلا TCP مگه میشه که بیاد یه کانکشنی داشته باشه و فلگ نداشته باشه؟ اصلا اصول قوانین TCP با این میره جلو که ما حداقل یه فلگ داشته باشیم تا اون کانکشن مورد اطمینان باشه، تا دو طرف از حال همدیگه با خبر باشن. اینها هم که هیچ فلگ ندارن برای شناختن پورتای بسته استفاده میشه. پس ما دیدیم که آقا شما هر سیستم عاملی که دارین همچین کامبینیشن های از ترکیب های فلگ های TCP رو بلاک کنید. حالا اگه چیز دیگه به ذهن خودتون میرسه میتونید توی کامنت ها هم بنویسید، ما هم اضافه میکنیم به ویدیوهای بعدی. ولی همچین کامبینیشن هایی ما بهتره بلاک کنیم. چرا؟ چون عجیبن، یعنی اصلا خارج از الگوان، از این الگو رسمی خارج میشن. اما همچین کامبینیشن هایی رو میخوایم بلاک کنیم. داخل هر سیستم عامل فرق میکنه. گفتیم که حالا به صورت نمونه بریم داخل میکروتیک این مورد رو تست بکنیم. من الان اینجا داخل این تصویر که میبینید یه دونه اوبونتو دارم، همینجوری بالا آوردم داخل یه محیط مجازی شخصی. یه دونه هم میکروتیک ما این ور داریم. بریم پایین که صفحه خالی باشه، از اول با هم دیگه شروع کنیم. یه میکروتیک اینجا داریم، یه دونه اوبونتو اینجا داریم. من میام اول میگم آقا Nmap بیاد برای من اسکن بکنه این میکروتیکی که اینجا هست. این میکروتیک الان روش هیچ رولی نیست، هیچ قانونی روی میکروتیک فعلی قرار نداره. Nmap میاد اسکن میکنه، میاد میگه که آقا پورت 21 22 23 82 91 80 همه اینا بازه و هاستت هم که آپه و دیتا رو به من داد. حالا اون لیست از قوانینی که من گفتم میخوایم اعمال بکنیم و داخل کانال تلگرام میذارم به صورت نمونه برای میکروتیک که شما بیاین طبق اونا برای دستگاه خودتون هم طراحیش بکنید رو الان روی این میکروتیک میخوایم بزنیم. خب من وارد IP فایروال فیلتر میشم که شروع کنم اون قوانین فایروالی که میخوام رو بنویسم. به یه سری موارد هم توجه کنید. اگر این فایل رو من گذاشتم و قرار شد که برای روتر میکروتیک، سرور میکروتیک خودتون اجرا کنین، همیشه نیازهای شخصیتون هم در نظر بگیرین. این قوانین یک سری قوانینه که explicit deny داره آخرش. اگر لازم خودتون رو allow کنین، اگر لازم آی پی خودتون رو allow کنین پورت خودتون رو. بعد توی قوانینی که الان داریم اجرا میکنیم بحث برست تایم و تعداد پکت در هر ثانیه هست. برای همین اگر دستگاهی دارین که قرار زیاد ریکوست بزنه، احتمالاً اون هم بلاک میشه طی این بلاک کردنی که ما داریم برای پورت اسکن ها انجام میدیم. برای همین اون رو الو کنید و تمام موارد حواستون باشه. خلاصه دسترسیتون رو به یه روتر یا سرور توی محیط ریموت از دست ندین بعد نشه بهش وصل شد. همیشه قبلش اون مواردی که لازم دارین الو بشه رو الو کنین. ما میایم این موارد رو که من داخل کانال تلگرام براتون قرار میدم و اینجا پیست میکنیم و تمام قوانین رو اجرا میکنیم. الان این قوانین اضافه شده. حالا اگرم نخواین محیط کامند لاین ببینین، من میتونم داخل وین باکس نشون بدم که این قوانین اضافه شده. منوی آی پی فایروال تو فیلتر رول میبینیم که قوانین مورد نظر ما اضافه شده. هنوزم هیچ چیزی رو دیتکت نکرده. کاری که من انجام میدم، میام دوباره بهش میگم که Nmap اینو برای من اسکن کنه. منتظر میمونم تا ببینم که چه نتیجه خواهد داشت اسکن دوباره Nmap توی این دیتا.
الان دیدیم که تعداد پورتا کمتر شد، یعنی یه تعدادی یه دونه رو تونست بشناسه و بقیه رو دیگه نتونست بشناسه. اتفاقی که علتی که این اتفاق میفته اینه که اون قوانینی که ما تنظیم کردیم یه تعدادی رو الو میکنه و بعد بلاک میکنه. اون تعدادی که الو شده تلنت داخلش تشخیص داده شده رو پورت 23. من میگم بیا دوباره اسکن کن ببینیم که دوباره تو این اسکن ما چه چیزی خواهد بود. میبینیم که به من میگه که هاست سیمز داون، یعنی اصلا نمیتونم بهش وصل شم، نمیتونم که اصلا ببینمش. یا اینکه میگه بالاه و داره پینگ پروبای ما رو بلاک میکنه. میگه بیا داش پی ان بزن که من بتونم اونو مثلا دور بزنم و تشخیصش بدم. ما میتونیم بگیم که بیاد با همون ایکس ماستا هم تست کنه ببینیم با اون دیتایی پیدا میکنه یا نه. قبلش بریم توی بخش ادرس لیست ها، چون داخل قوانین ما گفتیم بیا آی پی ها رو اضافه کن به ادرس لیست. آی پی که اینجا میبینید آی پی شبکه خصوصیه، برای همین این شکلیه. و آی پی که شما اینجا میبینید و اینکه می اومده که من بلاکش کردم، دقیقاً اون کاری که ما می‌خواستیم انجام داده، تو لیست پورت اسکن ها قرارش داده. چرا؟ به خاطر اینکه تشخیصش داده و در نهایت بلاکش کرده هم. خب حالا من میام اینجا حذفش میکنم که بریم با اون حمله ایکس ماس تست بکنیم. دوباره فیلتر رولامون سر جاشه، با اولی مچ شده، با اولی و دومی مچ شده که بلاک کرده و ما میایم این دفعه اون حمله ایکس ماس رو انجام میدیم. برای همین هست ببینیم که چه نتیجه‌ای خواهد داشت. میاد میگه که چون این دفعه من از بلاکی درش آوردم، متوجه میشه که مقصد من آپه ولی هیچ پورت بازی براش پیدا نکرد. خب یه بار دیگه ما nmap رو اجرا میکنیم، میخوایم به چه هدفی برسیم. میخوایم ببینیم که اون داش پی انش میتونه واقعا دیتایی به ما بده. منتظر میمونیم ببینیم nmap چه کاری انجام میده. اینجا به ادرس لیست اضافهش کرده، فقط تایمش اینه که nmap کی بیاد بگه که من نتونستم بهش وصل شم. یعنی تشخیصش داد و بلاکش کرد سیستم به صورت اتوماتیک. صبر میکنیم تا به ما بگه که نتونستم بهش متصل بشم. 65 و 45 23 ثانیه دیگه طول میکشه تا سین استلس اسکن ما که داره اجرا میشه به پایان برسه. خب به پایان رسید که 22 SSH پیدا کرد. باز هم همون موردی که بهتون گفتم، چند تای اول مچ میشن میرن و به خاطر همین یه دونه دو تا ممکنه این وسط در بیاد. ولی اگه دوباره اسکن بکنه آی پیش بلاک شده، یعنی الان علاوه بر اینکه اسکن نمیتونه بکنه، نمیتونه پینگشو بگیره، نمیتونه کار دیگه انجام بده، نمیتونه باهاش ارتباط برقرار کنه، نمیتونه بهش وصل شه، نمیتونه ببینه اون پورت چی بود اصلا. آی پی دستگاه بلاک میشه. ما یه داش پی ان همونطور که خودش گفت میزنیم ببینیم که نتیجهش چی میشه. این داش پی ان هم احتمال 99% به هیچ دیتایی نخواهد رسید. خب به صورت کلی داش پی ان میاد اون هاست دیسکاوری رو اسکیپ میکنه. هدفش اینه که مقصد کمتر مشکوک بشه به مبدأ ارسال کننده و باعث بشه اون پیدا کردن پورتا و یا سین سلز اسکنش انجام بشه. اما خب نکته که وجود داره این هستش که باز هم ما چون 2 هفته آی پی تو قرنطینه بلاک گذاشتیم، این نیست که فقط اولی رو تشخیص بده و دیگری رو تشخیص نده، کلا آی پی رو بلاک کرده. واسه همین این موضوع هم احتمالاً کاری رو به پیش نخواهد برد. اما ما منتظر میمونیم ببینیم که کی به پایان میرسه و چه نتیجه‌ای رو به ما نشون میده. خب در نهایت تشخیص داد که هاست مقصد آپ، این موضوع رو متوجه شد ولی باز پورت بازی رو پیدا نکرد. یعنی در نهایت بعد از اینکه بلاک میشه در نهایت تنها سیستم میتونه متوجه بشه که اون مقصد وجود داره، نمیتونه باز دیتایی رو داخلش ببینه. ما میتونیم اینجا ببینیم که فعلا 13 روز و 23 ساعت و 54 دقیقه دیگه باقی مونده تا این آی پی لیست پورت اسکن ها خارج بشه و بعد بررسی بشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. اگر سوالی چیزی هست داخل کامنت ها بنویسید، همه رو پاسخ میدم. و اینکه کانال تلگراممونم که آدرسش رو روی تصویر میبینید، همین فایل که مربوط به میکروتیکه هم یه سری توضیحات دیگر رو داخل کانال تلگرام براتون قرار دادم.